با درود خدمت شما همراهان گرامی، با سری آموزش‌های گواهینامه آلمانی در 30 روز در خدمت شما هستم. همونطور که قبلا به شما قول داده بودم، در پایان سری آموزش‌های گواهینامه آلمانی در 30 روز سال 2018 عرض کرده بودم که اگر در سالهای آینده پرسش‌هایی به گواهینامه آلمانی اضافه شد یا پرسشی تغییری داشت، حتما تا اونجایی که در اصل این مجال رو داشته باشم و امکانش فراهم باشه ویدیوها رو براتون آموزش خواهم داد، در از پرسش ها رو آموزش خواهم داد به صورت ویدیو و در کانال یوتیوبیمون به اشتراک خواهم گذاشت. و این سری ویدیوها به خاطر پرسش های اضافه شده به گواهینامه آلمانی از تاریخ، دقت کنید از واژه از استفاده کردم، از تاریخ 1/4/2019 داره تهیه میشه و پرسش ها از همین تاریخ اضافه میشن. کسانی که قبلش امتحان دارن نیاز نیست این پرسش ها رو در از یاد بگیرن و کسانی که بعد از تاریخ 1/4/2019 امتحان دارن بایستی که این ویدیوها رو هم ببینن و پرسش ها رو کامل یاد بگیرند. پرسش ها رو پیش میگیریم با پرسش پیش رو. Sie sollen eine ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. میگه شما بایستی که یک خودروی یا وسیله نقلیه موتوری که برای شما آشنایی ندارید، شما بهش آشنایی ندارید رو برونید. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein. میگه برای چی شما باید که به صورت ویژه‌ای یا به صورت خاصی محتاط باشید یا مراقب باشید. گزینه یک میگه Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten. میگه که من به احتمال زیاد یا احتمالاً خیلی کم اطلاعات خیلی کمی دارم در مورد خصوصیات یا ویژگی های این مشترکی برای هر سه گزینه. و گزینه یک میگه in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente، در جایگذاری و من همچنین رو اضافه میکنم و همچنین کارایی در اصل اینجا میتونیم ادوات بگیم یا حالا وسایل در از کنترلی. به طور مثال جفت راهنما ممکنه در یک ماشینی در بالای داشبورد باشه، در ماشین دیگه‌ای در پایین مثلا رادیو باشه. این یک مثال. بله این گزینه صحیحه. همونطور که میبینید گزینه دوم im Bremsverhalten، در خصوص در اصل رفتار ترمز از خودش که شخصیت نداره بخواد رفتار داشته باشه. منظور اینه که وقتی ترمز میکنید خودرو چطور رفتار میکنه. یعنی با یه خودروی ممکنه شما با 100 کیلومتر سرعت ترمز بگیرید و فرضاً بعد از 100 متر بایستید، با یه خودروی ممکنه بعد از 110 متر بایستید. این یک مثال بازم. بله این صحیحه. ما آشنایی نداریم که این خودرو در زمان ترمز چه رفتاری از خودش نشون میده. و گزینه سوم im Lenkverhalten، در زمان فرمان دادن همچنین. ما نمیدونیم که ماشین چقدر فرمونش بازی میکنه، ما نمیدونیم که اگه قرار باشه جایی دور بزنیم چه میزان باید فرمان رو بچرخونیم و این یک مثال دیگه است. بله هر سه گزینه صحیحه و لغت طلایی هم نمیبینم وقتی که ما 1000 در اصل 94 پرسش رو تا به اینجا کار کردیم در مورد حالا این 30 و چند پرسش پیش رو. عملا فکر نکنم هم پرسش یعنی لغت طلایی رو لازم باشه که اعلام کنیم، ولی اگر بود حتما خدمتون عرض خواهم کرد. بریم برای پرسش بعد که پرسش شماره 2 هست. Was führt häufig zu schweren Unfällen؟ چه چیزی اغلب سبب در از تصادف‌های سنگین می شود؟ گزینه یک میگه eine unangepasste Geschwindigkeit،
میگه یک سرعت نامتناسب. نامتناسب یعنی چی؟ مثلا در جایی که سرعت 30 کیلومتر باید برید با سرعت 70 کیلومتر برید، اینجا احتمال تصادفتون میره بالا. یا مثلا در اتوبانی که باید 120 کیلومتر برید، اونجا با 60 کیلومتر 50 کیلومتر رانندگی کنید، این احتمال تصادف میره بالا. گزینه دوم eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs. میگه که یک در از توجه و پاییدن، ما قبلا پاییدن به وقتون رو معنی کردیم، یک توجه ناقص و ناکافی به در از ترافیک یا عبور و مرور. یعنی به طور مثال من قراره سر یک خیابونی بپیچم، به اندازه کافی توجه نکنم و همین یه نگاه جزئی یا ناقصی رو به خیابون بیاندازم و بعد بپیچم داخل خیابون و بخوام ادامه مسیر بدم. اینجا ممکنه من به خودروها توجه کرده باشم، ولی دوچرخه سواری که داشته از خط مخصوص یا مسیر مخصوص دوچرخه می اومده رو ندیده باشم و باعث یک تصادف در از سنگینی بشه. گزینه سوم einfahren mit zu geringem Abstand. یک رانندگی با حد فاصله قانونی ایمنی کم. سو گرینگم میشه خیلی کم، ابشتن میشه فاصله. حالا این فاصله میتونه از خودروی جلویی یا از جانب شما با یک مانع یا خودرو باشه. وقتی که شما یک رانندگی با در از فاصله خیلی کمی رو انجام میدید، میتونه خطر تصادف رو بالا ببره. این هم صحیحه. چرا؟ چون مثلا وقتی خیلی چسبوندید به خودروی جلویی و اون خودروی جلویی یهو بنا به هر دلیلی مثلا یک مانعی بیاد جلوش، مجبور بشه ترمز کنه، ترمز شدید. شما نمیتونید به موقع ترمز کنید و به موقع خودروتون رو نگه دارید، در نتیجه از پشت تصادف دارید. از جانب هم همینطوره. وقتی شما خیلی نزدیک باشید ممکنه اون شخص حواسش پرت بشه یا بخواد یک فرمان ناگهانی بده، در نتیجه جای مانور برای اون و برای خودتون وجود نداره و ممکنه منجر به تصادف بشه. پس هر سه گزینه صحیحه. باز هم لغت طلایی نمیبینم. اون انگ پسته که ما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، نامتناسب، چیزی که مناسبه در از اون شرایط نباشه که اینجا هم براتون توضیح دادم. گزینه سوم Wie sollten Sie sich bei diesen Sichtverhältnisse verhalten؟ میگه که شما چطور باید در این شرایط نوری یا دیدی، شرایط دید، با چنین شرایط دیدی رفتار داشته باشید. رفتارتون در چنین شرایط دیدی چطوره؟ اینجا چیه بچه؟ نزدیک غروبه، حالا یا دم صبحه. نور همونطور که میبینید انتهای جادهتون رو در اصل مخدوش کرده و شما دید به انتهای جاده ندارید. این نور که ما میبینیم شدتش زیاده، در نتیجه به زودی این نور باعث در اصل نورزدگی چشم شما میشه. گزینه یک گفته ایش reduziere meine Geschwindigkeit، من سرعتم رو کم میکنم. خب این منطقیه، وقتی ما دید مناسبی نداریم باید سرعتمون رو کم کنیم. گزینه دوم ich orientiere mich am rechten Fahrbahnrand، من خودم رو در اصل یا مسیر خودم رو از طریق سمت راست، کناره سمت راست جاده پیدا میکنم. ایش orientiere mich، این سه واژه همیشه با هم دیگه میان. من مسیر خودم رو پیدا میکنم، من راه خودم رو پیدا میکنم، اینطور معنی میده. این ما در یک پرسش مشابهی هم داشتیم، گفته بودیم اگر نور زده شدین باید چیکار کنین؟ باید به سمت راست جاده نگاه کنیم. اینجا شما وقتی به سمت راست جاده نگاه میکنید یک ملاکی مثلا مثل اون خطکشی کنار جاده رو دارید که عملا باعث میشه که شما مستقیم به نوری که داره چشم شما رو آزار میده نگاه نکنید، پس خطرش رو
خطر نورزدگی رو کاهش میدید با این کار و در ضمن یک معیاری دارید برای نگاه داشتن خودروتون در مسیر. پس این هم صحیحه. گزینه سوم ich schalte das Fernlicht ein. من هم نور بالا میزنم یا من نور بالا رو روشن میکنم، که این صحیح نیست. چرا که وقتی شما نور بالا میزنید، حالا تا حالا در اصل یک طرف این ماجرا دید مناسبی نداشته که شما باشید، وقتی شما نور بالا میزنید اون هم دید مناسبی نداره، پس احتمال خطر رو با این کار بالا میبرید، خطر تصادف رو. گزینه‌های صحیح رو دیدیم. بریم برای پرسش بعدی. گزینه 4، پرسش شماره 4. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein؟ میگه چرا میتونه که سبقت گرفتن حتی در از جاده هایی که اون مسیر جاده یا خود جاده به صورت کامل در دید هستند و جاده صافی هم هستند، باز هم خطرناک باشه. گزینه 1 گفته weil de، این مشترک برای هر سه گزینه، weil de Überholweg länger ist als angenommen. angenommen یعنی چیزی که ما حد زدیم، ما برداشت کردیم. اینجا این معنی رو میده. بعداً مثلا جایی توی دیکشنری زدید معانی مختلفی داره و میگه که به خاطر اینکه مسیر سبقت که قبلا براتون توضیح داده بودم، Überholweg میشه مسیری که شما از محل سبقت، از جایی که تصمیم میگیرید از یک شی، حالا میتونه خودرو باشه یا هر چیز دیگه ای، سبقت بگیرید میایید بیرون، اون شی رو رد میکنید، یعنی طی مسیر میکنید، رد میکنید و دوباره به جای خودتون برمیگردید. این حرکت حالا یو شکل رو بهش میگن Überholweg، یعنی کل مسیر سبقت. در اصل اون قسمتی که از اون شی رد میشید میشه Überholweg. و خدمت شما عرضم که میگه که اون میتونه طولانی تر باشه از اون چیزی که ما برداشت کردیم. ما در یک شرایطی فرض میکنیم که در 100 متر من سبقتم تموم میشه، ولی کن اشتباه فرض کردیم، مثلا در 150 متر این سبقت تموم میشه. ولی اگر قرار باشه واقعا در اون 50 متر یه خودروی از رو به رو به من برسه، پس خطرناکه و باعث تصادف میشه. پس گزینه 1 صحیح. عین همین پرسش ما داشتیم، یعنی کسی که اون پرسش رو میدونسته دیگه این براش یه پرسش جدید نخواهد بود. گزینه دوم میگه Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. میگه که خودروهایی که از رو به رو میان آرامتر برونن از اون چیزی که ما برداشت کردیم، ما فکرشو کردیم. و این برای ما نمیتونه خطر آفرین باشه. چرا؟ چون اونا دیرتر به ما خواهند رسید، چون ما احساس کرده بودیم که اونا سریعتر میرونن ولی اینجور نبوده، پس خطرناک نیست، پس صحیح هم نیست. گزینه سوم Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. خودروهایی که از رو به رو میان از اون چیزی که شما فرض کردید، شما درک کردید از اون موقعیت، سریعتر میرانند و این صحیحه. چرا؟ چون شما فرض کرده بودید بله طول سبقت من 100 متره، اون تا به من برسه 300 متر آینده است. چرا؟ چون سرعتش احتمالاً 100 کیلومتر، ولی بعد میبینیم که اونا سرعتشون مثلا 160 کیلومتر بوده. حالا من در مورد قانونی بودنش حرف نمیزنم، همه که قرار نیست قانونی رانندگی کنن. اون 160 کیلومتر داشته میرونده و شما سبقت میگیرید و میبینید که بله از سر تشخیص نادرست شما اون زودتر به شما رسید و این خطرناکه و احتمال تصادف رو بالا میبره. همین دو گزینه صحیحه و بریم برای پرسش شماره 5 که پرسش پایانی این قسمت از آموزش خواهد بود. این پرسش یک ویدیوه، همونطور که عرض کردم حداقل 3 بار ویدیوها رو ببینید. این نرم افزاری که الان داریم کار میکنیم دقیقاً شکل نرم افزاریه که در امتحان میاد. ما نرم افزاری رو به شما معرفی کردیم که کاربریش آسان‌تره برای یادگیری، ولی با این نرم افزار میتونید با شکل آموزش هم آشنا بشید. از اونجایی که دقیقاً مثل در اصل امتحانه، شما پرسش رو نمیبینید تا ویدیو رو ببینید. در امتحان فقط شما اجازه دارید 5 بار ویدیو رو ببینید و وقتی خواستید که دیگه نبینید، بچه‌ها این موقعیت ببینید
دو تا دوچرخه، یکی چپه یکی راست. شما میخواید بپیچید چپ، خب سمت چپیه رو ما عادت داریم. این لحظه آخر این دوچرخه سمت راستی هم اومد. سمت چپیه رو تا حالا توی ویدیوهای مشابه ما میدونستیم که آره پس این نقطه انحرافیه، سمت چپیه نمیاد تو آینه من، همونجا پرسش رو مطرح میکنه. اگر شما در طی امتحان حواستون رو بدید به سمت چپیه و بگید آره پس این سمت چپی هست دیگه، نمیاد توی مسیر من، و اون دوچرخه سمت راستیه که داره روی در اصل پیاده رو طی مسیر میکنه، اونم داره مستقیم میره و این پیشورز اشتباه رو در ذهنتون بذارید حتما اشتباه خواهید کرد. لحظه پایانی این ویدیو اون دوچرخه سوار از مسیر عابر پیاده میاد پایین و اون جور که من دارم میبینم دیدش به سمت چپه، یعنی داره میپاد که اگر خودرویی نباشه بیاد بپیچه تو جاده. پس باید به هر دو دوچرخه سوار توجه کنید. شما حداقل 3 بار ویدیو ها رو ببینید، ولی ما میریم برای پرسش و پاسخ ها. Worauf müssen Sie jetzt achten؟ شما باید الان به چه چیزی توجه کنید؟ وقتی میگه jetzt یعنی همین الان یه دوچرخه سمت راستتون در دیدتونه، یه دونه همون دوچرخه‌ای که در اصل احتمالاً میخواد بیاد از عرض خیابونی که شما قراره توش بپیچید بیاد رد بشه در سمت چپ خیابون، توی اگر اشتباه نکنم باز هم مسیر پیاده رو داشته میرانده. گزینه 1 میگه auf den grünen PKW، اون سواری سبز رنگ که بیچاره پارک کرده، پس برای چی من باید به اون توجه کنم؟ گزینه دوم میگه auf den Radfahrer links، به اون دوچرخه سوار سمت چپ. بله صحیحه، توضیح دادم چرا. گزینه سوم auf die Radfahrerin rechts، میگه که به در اصل دوچرخه سوار خانم سمت راست باید توجه کنم که این صحیحه. دو گزینه صحیح ما مشخصه و لغت طلایی هم خوشبختانه نداریم، چون دیگه شما به اینجای کار که میرسید عملا اساتید بنده هستید و همتون آمادگی اینو دارید 100% و بدون اشتباه امتحان رو پشت سر بذارید. دوستان گرامی، در همین جا به پایان قسمت نخست از پرسش های اضافه شده در سال 2019 برج 4 یک برج 4 میرسیم و خواستم اضافه کنم که این سری آموزش های در اصل گواهینامه آلمانی در 30 روز که ما با اسم 2018 مربوط به سال 2018 اومدیم اینا رو آموزش دادیم، از بین نمیرن اون پرسش ها، فقط این پرسش هایی که الان داریم کار میکنیم بهشون اضافه میشه و بعد اون آموزش ما به صورت یک آموزش بروز شده تحت عنوان گواهینامه آلمانی 2019 خواهد بود. در نتیجه فکر نکنید که اون آموزش های 2018 قدیمی هن و دیگه به دردتون نمیخورن، بلکه با اضافه شدن این پرسش ها و آموزشی که دارید الان میبینید در اصل به روز رسانی میشید برای امتحانهای سال 2019. عزیزانم تا ویدیوی بعدی، بدرود.